آخرین ثبت‌های دوربین‌های نظارتی صفیه‌خان رحمتوی 9 ساله را در کوچه به نام رحمان نبیف شهر خوجند نشان داده است. در این کوچه حوالی این نورس قرار دارد و از روبروی خانه‌شان دریای سیر می‌گذرد. اعظمخان رحمتوف پدر دخترچه ناپدید شده میگوید از روی تماشای به تکرار نوار به خلاصه آمدند که دخترش به دریا رفته است. ما از کامری همسایه نوآوردار دیدیم که دو دختر میفرد، یک دختر میبرد. مابین سیامکا مامان 31 مینوت دخترچه برونده میرد، لیکن فرزند ما نمیبرد. یعنی فرزند ما دنیا آمده غرق شده. پنجم روز است که غواصان ساعتها در درون دریای سیر جستجو را ادامه میدهند، اما هنوز نشانی را هم از صفیه‌خان رحمتوف نیافتند. حالا حدود 10 کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده با شمول غواصان به جستجوی نورس 9 ساله مشغولند. مسئولان این نهاد میگویند سردی هوا کار آنها را مشکل‌تر کرده است. در فصل تابستان باشد همون جسد تیز روی آب میبرد. در فصل زمستان کمتر دیرتر است برای روی آب آمدنش. همون هم در آن صورتی که اگر در زیر آب در یگان چی پوشاکش یا یگان چی با در نمونده باشد جسد. ولی با این وجود مسئولان این نهاد میگویند تا آخرین لحظه جستجو را ادامه میدهند و کارمندان با تجربه را به این کار راهنمون ساختند. 2-3 روز اخیر تا سرحد جمهوری تاجیکستان حدود بگاباد نجات‌دهندگان رفتن، همه طریق تلویزیون دیدیم. کارها ادامه دارند. غواصای داریم که زیاده از 20 سال سابقه کاری دارند در حدود همین دریای سیر و آب انباری بحر تاجیک. یگان مشکلی برای نجات دهنده‌ها برای کوفتن و برای گذراندن کارهای کوفتکاوی یگان مشکلی هم نیست است. یگان و هم نیست، نارسایی هم نیست، لیکن برای دقیق کردن و معین کردن در حقیقت همون دخترچه هیچ دیدگی هم نیست. همون کامرای دیده از روی همون کامرای نظارتی در چند منطقه دیگه و دخترچه فرامدگی. در همین حال پیوندان نورس میگویند که به همه مقامات‌های ضد دخل مراجعت کردند. اختیاریان از تمام کشور به یاریشان آمدند. همه جای شهر به والنتیرها، یاردمچا، همه شهرها، حق همسو خیشتوارو همه جا گید و کنار شهر رو ولایت گفتند. تا گفروف چکالس خیرقوم جایی که خلبت جایی که اوچاتای ملیسه همه در آمده تا تفتیشات به ملیسه ها یاردم کردن. امتیاز والنتیرها همه یاردم کرد. افسوس نتیجه نیست. به دریا رفتن ساکنان حادثه نو نیست. تنها در سال 2023 55 حالت غرق شوی به قید گرفته شده است که از این 10 حالتش با قصد خودکشی صورت گرفته است. 30 حالتش در نتیجه در جایهای منع شده آب بازی کردن ساکنان رخ داده است. 19 نفرشان نابالغ بودند. از اینها 4 جسد را دریافت نکردند. جمعاً این روند 13 حالت بیشتر از سال قبلی بوده است. در حالی که پیوندان دخترک ناپدید شده به دریا افتادن و غرق شدن او حدس میزنند، ولی مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت زوق میگویند که تا دریافت شدنش هیچ نتیجه گذاری کردن نمیتوانند. در همین حال فرضیه و گمانهای ساکنان شهر خوجند برای به طور مرموز گم شدن صفیه‌خان رحمتوف گوناگون است. والدین او از جامعه شهروندی و مقامات تقاضا دارند که در این مسئله بی‌طرف نباشند. شما هم اگر کاربران رادیوی آزادی درباره این نورس معلوماتی دارید، لطفاً در زیر این گزارش نویسید یا به پلیس محلی زیستان خبر دهید. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.